سلام دوستان، من رضا هستم و خوش اومدید به چنل فوتبال فکس. هر بازیکنی توی هر تیم شایسته یه تیم دیگه هم میتونه باشه و توی اون تیم شاید بهترم عمل بکنه. امروز میخوایم بریم سراغ 10 تا از بازیکن‌های برتر فوتبال که شایسته تیم‌های بهتر هستن. پس بدون معطلی لیتس گو. نفر دهم این لیست که لئو باپتیستا نام داره، متولد 26 اوت 1992 که یک فوتبالیست حرفه‌ای برزیلی و تو باشگاه چینی ووهان بازی میکنه. عمدتاً هم به عنوان یک مهاجم و به عنوان یک وینگر ایفای نقش میکنه. اون توانایی عقب انداختن از پشت مدافعا رو داره و حتی میتونه اونا رو مجبور کنه که اشتباه کنن. دقیقاً مثل رابین ون پرسی تو منچستر یونایتد امسال. و توانایی استفاده از قدرت بدنی بالا رو هم داره که میتونه خودش رو بازیکن‌های مقابل تحمیل کنه. سطح تولید اون امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی کمتر شده، اما استعدادی که باپتیستا برای حمله به باشگاه اسپانیایی نشون داده هیچ شک و شبهه‌ای رو باقی نذاشته. امیدواریم که باشگاه‌های بزرگ دیگه تو سراسر جهان همچین چیزی رو دیده باشن. تو 3 ژوئن 2013 باپتیستا با اتلتیکو مادرید با پرداخت هزینه نامعلوم قرارداد 5 ساله امضا کرد. اون اولین بازی خودش رو برای این تیم تو 21 آگوست انجام داد و تو بازی رفت سوپرجام داخلی تو تساوی 1-1 مقابل بارسلونا جایگزین آردا توران شد که در نهایت به قانون گل‌های خارج از خونه اون بازی رو باختن. نفر نهم این لیست که سون هیونگ مین نام داره، متولد 8 ژوئیه 1992 که یک بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی و با 12 گل زده تو لیگ قهرمانان اروپا رکورددار گلزنی تو بین بازیکن‌های آسیایی رو شکونده و تو لیگ انگلیس هم در بین بازیکن‌های آسیایی با 63 گل زده رکورد گلزنی رو جابجا کرده. سون که به عنوان یکی از بهترین وینگرهای جهان و همچنین یکی از بهترین بازیکن‌های آسیایی تو تاریخ فوتبال اروپا شناخته میشه، اغلب تو کشور خودش و تو آسیا به عنوان یک نماد شناخته میشه و تو سال 2019 نامزد توپ طلا شد. سون همچنین اولین بازیکن آسیایی تو تاریخ بوده که بیشتر از 50 گل تو لیگ برتر به ثمر رسوند. تو سن 16 سالگی به هامبورگ رفت و تو سال 2010 هم تو بوندسلیگا آلمان بازی کرد. نفر هشتم این لیست که پیر امریک اوبامیانگ نام داره، متولد 18 ژوئن 1989 که یک فوتبالیست حرفه‌ای گابونی و به عنوان مهاجم بازی میکنه و کاپیتان هر دو باشگاه لیگ برتر آرسنال و تیم ملی گابون هستش. یورگن کلوپ به دلیل سرعت، پایان و حرکت خارج از توپ خودش مشهوره و اوبامیانگ رو یکی از بهترین مهاجمای فوتبال جهان میدونه. پیر امریک پسر بازیکن بین‌المللی سابق گابونه. اون حرفه باشگاه بزرگسالان خودش رو با بازی تو باشگاه ایتالیایی میلان آغاز کرد. او همچنین به عنوان ششمین گلزن تاریخ باشگاه تو رده‌بندی قرار گرفت و تو سال 2018 اوبامیانگ هنگام انتقال به آرسنال تو یک انتقال 56 میلیون پوندی یعنی 60 میلیون یورویی موضوع انتقال فوتبال باشگاه تو اون زمان مورد سوق قرار گرفت و اون رو به گرونترین بازیکن گابون تو تمام دوران تبدیل کرد. با آرسنال اوبامیانگ یک جام حذفی رو به دست آورد و به عنوان بهترین گلزن مشترک لیگ تو فصل 2018-2019 انتخاب شد. نفر هفتم این که جولیوس سزار نام داره، متولد 3 سپتامبر 1979 که یک بازیکن فوتبال پیشین اهل برزیله. تو فصل 2004-2005 این بازیکن با عضویت تو اینتر فصل تازه‌ای رو برای فوتبال حرفه‌ایش رقم زد. تو سال 2005 اون با قرارداد رسمی 3 ساله‌ای به اینتر اومد و از همون روزهای اول بر تولدو ترجیح داده شد. تو سال 2009 جولیوس سزار موفق جایزه بهترین بازیکن برزیل تو سال 2008-2009 رو به خودش اختصاص داد. این جایزه تحسین همگان رو برانگیخت چون یکی از بهترین بزرگترین جایزه‌های جهان فوتبال رو به خودش اختصاص داده بود. جولیوس سزار از سال 2005 تا الان تمامی مسابقات برای اینتر 165 بازی رو انجام داده که توی این همه سال بدون شک یکی از بهترین بازیکن‌های اینتر بوده و بارها تونسته منجی دروازه اینتر بشه. اون علاوه بر سرعتی بودن دستاش با پاهاش هم به راحتی بازی میکنه، به صورتی که توپ‌هایی که به سمت دروازه شلیک میشه با پا میگیره. در کل میتونیم بگیم اون یکی از کامل‌ترین دروازه‌بان‌های حال حاضر جهانه. نفر ششم این لیست که دنیل کارواخال نام داره، متولد 11 ژانویه 1992 که یک فوتبالیست حرفه‌ای اسپانیایی و به عنوان دفاع راست تو رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا بازی میکنه. اون که به رده‌های جوانان رئال مادرید صعود کرده بود، قبل از بازگشت به رئال مادرید یک فصل رو بایر لورکوزن سپری کرد. اون تو سال 2013 وارد تیم اصلی شد و پس از اون 16 قهرمانی بزرگ تو رئال مادرید از جمله 4 جام تو لیگ قهرمانان و 2 قهرمانی تو لالیگا و یک کوپای دل ری رو به دست آورد. تو سطح بین‌المللی جوانان کارواخال با تیم زیر 19 سال و تو سال 2013 با تیم زیر 21 سال قهرمان اروپا شد. اون اولین حضور خودش تو بزرگسالان تو سال 2014 انجام داد و نماینده جام تو جام جهانی فیفا 2018 بود.
تو 3 ژوئن 2013 رئال مادرید در گزینه بازگشت خودش از کارواخال استفاده کرد که با پرداخت هزینه‌ای که در منطقه 6.5 میلیون یورو بود اولین خرید تیم برای 2013-2014 شد. کارواخال تو اولین بازی خودش 45 مسابقه ظاهر شد و تو لیگ برابر رای والکانو و کالیفرنیا اوساسونا 2 بار گلزنی کرد. نفر پنجم این لیست که باستیان اوشیکا نام داره، متولد در که تو بوندسلیگا بازی میکنه. تو سال 2008 لورکوزن اون رو به هانزا روستوک قرض داد که پس از 2.5 سال اون به بایر لورکوزن برگشت. با این حال اون فقط 9 بازی بوندسلیگا و 3 بازی تو لیگ قهرمانان تو فصل 2011-2012 بایر لورکوزن به میدون رفت. تو تعطیلات تابستونی 2012 با عقد قراردادی 3 ساله به تیم تازه نفس بوندسلیگا یعنی اینتراخت فرانکفورت رفت و از فصل 2012-2013 بوندسلیگا با پرداخت هزینه نامعلوم شروع کرد. تو اولین فصل حضورش تو تیم هسه اون 33 بازی انجام داد که تو اونها 9 پاس گل داد و با تیمش به لیگ اروپا یوفا راه یافت. نفر چهارم این لیست که آندرس ویمن نام داره، متولد 5 آگوست 1991 که یک فوتبالیست حرفه‌ای اتریشی و به عنوان مهاجم یا وینگر تو باشگاه قهرمانی بریستون سیتی و تیم ملی اتریش بازی میکنه. اون نماینده اتریش تو سطح بین‌المللی کامل است. ویمن به عنوان 16 ساله از راپید وین توسط استون ویلا به خدمت گرفته شد و قبل از انتقال به دربی کانتی بیش از 100 بازی تو لیگ برتر انجام داد. اون تو ژانویه 2017 به صورت قرضی به وولز پیوست و تو جولای 2018 به بریستون سیتی رفت. نفر سوم این لیست یعنی ایسکو که متولد 21 آوریل 1992 یک فوتبالیست حرفه‌ای اسپانیایی و به عنوان هافک تهاجمی رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا بازی میکنه. اون تو سال 2017 به عنوان یکی از 30 بازیکن برتر جهان توی اون فصل انتخاب شد. اون کار خودش رو تو والنسیا آغاز کرد و عمدتاً تو تیم ذخیره اون بازی میکرد. البته قبل از اینکه تو سال 2011 به مالاگا بپیونده. بازی‌های اون تو مالاگا باعث شد که اون جایزه پسر طلایی رو تو سال 2012 به دست بیاره. و تو ژوئن 2013 اون با 30 میلیون یورو به رئال مادرید رفت. 16 جام مهم از جمله 4 قهرمانی لیگ قهرمانان یوفا، 2 قهرمانی تو لالیگا، 1 قهرمانی تو کوپای دل ری و 4 قهرمانی تو جام جهانی باشگاه‌های فیفا به دست آورد. ایسکو تو سطوح مختلف جوانان از جمله تو المپیک 2012 به عنوان نماینده اسپانیا حضور داشت و اولین بازی بزرگسالان بین‌المللی خودش رو تو سال 2013 انجام داد. نفر دوم این لیست مارکو روخاس نام داره، متولد 5 نوامبر 1991 که یک فوتبالیست حرفه‌ای نیوزلندیه که به عنوان وینگر یا هافک تهاجمی برای ملبورن ویکتوری و تیم ملی نیوزلند بازی میکنه. در طول حضور خودش تو لیگ آ با پیروزی ملبورن، روخاس به دلیل توانایی در توپ زدن و قدرت گلزنی بسیار بالاش توسط مسی لقب گرفت. تو 25 آگوست 2016 روخاس با باشگاه سابق ملبورن ویکتوری به لیگ آ برگشت و یک قرارداد 2 ساله امضا کرد. اولین گل اون تو بازگشت تنها گل پیروزی در یک بازی ناامید کننده دربی ملبورن بود. هفته بعد روخاس تا آخرین لحظه زمان برابر آدلان یونایتد یک گل به ثمر رسوند و برنده مسابقه شد. عملکرد اون تو نیم فصل اول توسط مارک بوسنیچ به عنوان بهترین های لیگ آ تاکنون دیده شده. اون یک قرارداد 1 ساله با گزینه تمدید قرارداد بیشتر امضا کرد و پیراهن شماره 17 را دریافت کرد. با این حال قرارداد اون تمدید نشد و اون تو پایان سال 2019 باشگاه رو ترک کرد. و بالاخره نفر اول این لیست که ویلفرد بونی نام داره، متولد 10 دسامبر 1988 که این فوتبالیست حرفه‌ای اهل ایوره که به عنوان مهاجم تو تیم ملی ساحل عاج بازی میکنه و آخرین بار تو باشگاه العربی قطر بازی میکرد. بونی که کار خودش رو توی سیاوازی آغاز کرد، تو سال 2007 اسپارتا پراگ نقل مکان کرد و به اون کمک کرد تا تو لیگ برتر چک 2010 به مقام قهرمانی برسه و تو ژانویه 2015 با قرارداد 28 میلیون پوندی به منچستر سیتی رفت. با این حال بونی برای زمان بازی تو منچستر سیتی تلاش می‌کرد و پس از اومدن پپ گواردیولا تو اواسط سال 2016 اون به صورت قرضی برای فصل 2016-2017 به استوک سیتی رفت. بونی از سال 2010 به عنوان یک بازیکن بین‌المللی کامل تو تیم‌های ساحل عاج برای مسابقات جام جهانی فیفا 2014 و تورنمنت جام ملت‌های آفریقا انتخاب شد و به آنها کمک کرد تا سال 2015 به پیروزی برسند. خب دوستان، تا الان با این بازیکن‌ها آشنا شدید که از کجا به کجا رسیدن و عملکردشون چی بوده و مشخص بود که بهتر تو تیم‌های دیگه‌ای هم باشن و ایفای نقش کنن و شاید متوجه هم شده باشید که تو اون جایی که هستن تمام توانایی‌هاشون رو نتونستن نشون بدن. دوست دارم نظراتتون رو بدونم و بهم بگید که شما چه حدسی میزنید و بهم بگید که کدوم بازیکن بهتره تو کدوم تیم باشه.
خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، همین الان ویدیو رو لایک کنید و واسه حمایت از ما چنل رو سابسکرایب بکنید. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیوهای بعدی، پیس.